وصیت 25 پرسیدن به نام خدا. از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخص به نام خدا پناه برد او را پناه ده. شخص به نام خدا پرسد او را عطا نما. شخص به نام خدا دعوت نماید دعوتش را بپذیر. شخص کاری نیک برایت انجام داد برایش کاری نیک انجام بده و اگر انجام داده نتوانید پس در حقش دعای خیر نمایید تا بداند که برایش نیکی نموده اید. روایت ابو داود و نسائی.